یک نفر دیگر سوال دادند که اگر ما مقدار پولمان رو نمیدانیم چقدر است چگونه زکات دهیم؟ چخیل نمیدانند حساب کنند. اگر مقدارش ندانند یک روز از سودا مغازه رو محکم میکنن، از سحری تا بگاهی حساب میکنن. اگر گویند که در یک روز مالی مرا حساب کرده نمیشد گون، 2 روز یا یک هفته یا یک ماه پول را حساب میکنند. حتی در حدیث ها آمده است که چخیلی که دو شخصی حریص، دو شخصی چشم گرسنه اگر مال همدیگر را شریکی باشد و تقسیم میکرده باشند، چخیلی که هر یک نمک و گوگرد را حساب میکنند، شخصانی چشم گرسنه، شخصانی بخیل چخیل تقسیم میکنه، انا همون خیل زکات رو تقسیم کنند. گفتن چون که مال کم بغل است، بی‌پروایی نکنند، دانه به دانه تین به تین حساب کنند. در یک سال یک مراتبه انسان باید یعنی که مال خود را بردارد، چقدر مال در سکلات دارد، چقدر پولی نقد دارد، چقدر مالش در دست مردم است، همش حساب میکند و در بعد از همش 2.5% آن را زکات میبرارد. اگر کمی زیادتی کرده دهچی دوملا مثلا مقدار پول را نمیداند و تقریبا میداند که مثلا 1 میلیون است، تقریبا 1 میلیون باشد 1,100,000 حساب کند خوب است. یعنی که میشود این گونه نسبت به آنی که همه پول ها را حساب کند و یک روز مغازه‌اش را محکم کند. مقصد شاید خطا کند، شاید مثلا برنامه های هست مانند برنامه 1S، اون هر چیزی که در مستودع شما در سکلت شما هست نشان میتید، در سکلت تو به $100,000 پول است میگود مثلا، لیکن وقتی که سکلت میکنید به $50,000 پول است، او خطا میکنه، دزدی هست مثلا. برای همین بهترش حساب و کتاب کند.